خرما، اهمیت و ترکیب آن. از عبدالله ابن عمر روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: این من الشجر شجرة لا يسقط ورقها و انها مثل المسلم فحدثونی ما هی. در میان درختان درختی وجود دارد که برگهای آن نمی ریزد و این درخت مشابه افراد مسلمان است. به من بگویید آن درخت کدام است؟ مردم نام درختان بیابان را ذکر می کردند. عبدالله می گوید: به ذهنم خطور کرد که درخت خرماست، اما خجالت کشیدم آن را بگویم. اصحاب گفتند: یا رسول الله، به ما بگو آن کدامین درخت است؟ پیامبر فرمود: هی النخله، آن درخت نخل است. در یکی از کشورهای صادرکننده خرما کنفرانسی برپا شد و در آن تحقیقی درباره مشابهت درخت خرما با انسان ارائه شد. در آن تحقیق آمده بود که تنه آن همانند انسان راست است، دارای نر و ماده می باشد، فقط در صورتی به بار می نشیند که عمل لقاح بر روی آن صورت گرفته باشد. چنانچه سر آن قطع شود از بین خواهد رفت، چنانچه به قلب آن صدمه یا آسیبی وارد شود از بین می رود. دقیقاً مانند انسان است. چنانکه شاخه ای از آن بشکند دیگر قابل تعویض یا ترمیم نیست. تنه آن پوشیده از لیف است که به موهای بدن انسان شبیه است. در جهان بیش از 90 میلیون اصل درخت خرما وجود دارد که انسانها به ویژه روزه‌داران در ماه رمضان از آن تغذیه می کنند. خرما در ماه رمضان فواید بیشتری دارد. یکی از دانشمندان می گوید روزه گرفتن بار مسئولیت و وظیفه دستگاه گردش خون، قلب و رگها را کاهش می دهد، به طوری که نسبت چربی و اسیدها در خون به پایین ترین حد خود می رسد. این امر باعث حفظ فرد از تصلب شرائین یعنی گرفتگی و سخت شدن رگها و درد مفاصل می شود. همچنین باعث استراحت کلیه ها و دستگاه دفع ادرار می شود، به گونه‌ای که مواد زاید حاصل از هضم غذا را کاهش می دهد. قند کبد را به حرکت در می آورد. در نتیجه چربی های ذخیره شده در زیر پوست نیز تجزیه می شوند. به همراه آن پروتئین ماهیچه ها نیز به حرکت در می آید. بنابراین روزه یک دوره پیشگیری سالیانه است که فرد را از بسیاری از بیماری ها حفظ می کند و برای بعضی از بیماری ها دوره درمانی به شمار می آید. علاوه بر این باعث حفظ فرد از عوارض پیری که از خستگی مفرط در اعضا ناشی می شود می باشد. از پیامبر خدا علیه السلام روایت شده است که فرمودند: صوموا تصحوا، روزه بگیرید تا سالم باشید. به همین دلیل پیامبر علیه السلام در ماه رمضان به وسیله خرما افطار می کردند. از انس ابن مالک روایت شده است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه نماز مغرب را بخواند به وسیله چند دانه خرما افطار می کردند. اگر خرمای خوب نداشتند از چند دانه خرمای خشک استفاده می کردند. در غیر این صورت چنانچه در خانهشان اصلا خرما یافت نمی شد به وسیله چند جرعه آب افطار می کردند. خرمایی که فرد روزه‌دار به همراه آب می خورد دارای 75% مواد قندی مونوساکاریدی با قابلیت هضم آسان و جذب سریع است و چنانچه پس از آن غذایی بخورد به صورت عادی آن را خواهد خورد و پرخوری نخواهد کرد. اما هضم و جذب چربی ها بیش از 3 ساعت طول می کشد. بنابراین روزه‌دار هر اندازه که بیشتر غذای پرچرب میل می کند احساس سیری نخواهد کرد، اما احساس پر شدن شکم خود را خواهد کرد. میان سیری و پر شدن شکم تفاوت وجود دارد. سیر شدن مرکز احساس گرسنگی و سیری در هیپوتالاموس مغز را تحریک می کند. با تحریک این مرکز فرد احساس سیری می کند، حتی اگر به معده او غذای فراوانی وارد نشده باشد، اما احساس پر شدن معده چیز دیگری است. پیامبر علیه السلام به وسیله چند دانه خرما روزهشان را افطار می کردند. آنگاه نماز مغرب را می خواندند، سپس به تناول غذا می پرداختند. کسی که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را عملی نسازد خیر و ثواب فراوانی را در روزه، دین، سلامت و روحیه‌اش از دست داده است.
این امر یکی از دلایل نبوت پیامبر علیه السلام است. یکی از پزشکان میگوید حتی در غیر ایام ماه رمضان باید میوه‌هایی را که دارای مواد قندی مونوساکاریدی هستند قبل از غذاهایی که بیشتر مواد تشکیل دهنده آن را چربی تشکیل می‌دهد مصرف کرد. این امر یک استنباط ظنی از آیه زیر است که خداوند اهل بهشت را توصیف می‌کند و می‌فرماید وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. نوجوانان بهشتی برای آنان هر نوع میوه‌ای را که برگزینند و گوشت پرنده‌ای را که بخواهند و آرزو کنند. ابن قیم میگوید افطار پیامبر صلی الله علیه و سلم به وسیله خرما یا آب دارای حکمت و تدبیر بسیار لطیفی است. روزه باعث خالی شدن معده از غذا می شود. کبد در خود چیزی برای جذب نمی یابد تا آن را برای عضلات و بقیه اعضای بدن بفرستد. این در حالی است که قندها سریعتر از هر ماده دیگری به کبد می رسند و برای آن خوشایندترند. به ویژه اگر آن قند خرما باشد، زیرا جذب آن آسانتر است و به وسیله آن کبد و اعضا توان خود را باز می یابند و از آن بهره مند می شوند. چنانچه خرما یافت نشد، نوشیدن چند جرعه آب سوزش معده و حرارت روزه را تعدیل می کند و آن را برای غذای پس از آن آماده می کند و جلوی شهوت فرد را می گیرد. خرما همچنین دارای مواد پروتئینی ترمیم کننده بافت‌ها و درصد کمی چربی است. همچنین دارای 5 نوع ویتامین اصلی مورد نیاز بدن است. علاوه بر این دارای 8 نوع ماده معدنی اساسی است. 100 گرم خرما در روز 20% تا نیمی از نیاز بدن به مواد معدنی را تأمین می کند. همچنین خرما حاوی 12 نوع اسید آمینه، مواد آرام بخش و نرم کننده است. یبوست باعث به وجود آمدن 150 نوع بیماری می شود که خرما مانع به وجود آمدن یبوست می شود و دارای تأثیرات مثبتی در پیشگیری از کمخونی و افزایش فشار خون است. همچنین به بهبود شکستگی ها کمک می کند. خرما تسهیل کننده و آرام بخش است. تحقیقات علمی ثابت کرده است که خرما به وسیله میکروب ها آلوده نمی شود، زیرا نسبت بالای قند در آن آب میکروب ها را می مکد و باعث خشک شدن آنها می شود. همه این منافع و نتایج مثبت در خرما جمع شده است و بعضی از علما عناصر آن را 47 مورد برشمردند. همان خرمایی که ما آن را می‌خوریم اما از تأثیرات مثبت آن بر روی جسم اطلاعی نداریم. یا عائشه بیت لا تمر فیه جیاع اهله. یا عائشه بیت لا تمر فیه جیاع اهله او جاع اهله. از عایشه رضی الله عنها روایت شده است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود و آن را 2 یا 3 بار تکرار کرد: ای عایشه، خانه‌ای که در آن خرما نباشد اهل آن خانه گرسنگانند یا گرسنه هستند. بهترین دارو آن است که خوراکی باشد و بهترین غذاها آنهایی هستند که دارو باشند.